جوانو بیا اینجا بیا بیا پهلوانان جدا کردن، پهلوانان نوبتی به میدان برآمدند. در میدان از طرف چپ داور با لباس ورزشی سرخ موسی از دهه راه و پهلوان از طرف راست داور مرزای از دهه پلدارک. به هر دو پهلوان برای کار میخوایم هست. از نام رمضان برای بازی موسیف 50 سامانی دیگر علاوه کرده شد. دست کرد او دست کرد برای کار میخوایم. مرزای والیبالی ورزشی سفید. با هر دو پهلوان موفقیت خواهیم. با دقت مهمانان و میزبانان میرسانیم که با ما اطلاع دادن که یک تلفن یافت شده است. شخصانی که اگر تلفن گم کرده باشند مرحمت آمده تلفن خود را از نزد کمیته تدارکات دسترس نمایند. سفر از دهه را والیبال سیاه و توبیل و والیبال سفید از دهه پلدارک. بعد و پهلوان برای کارخانه. بعد از دیمال رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت ناحیه مسجد اسماعیل بنیاد حاضر شدند. میخواهند که حاضرین را به جشن نوروز بین المللی تبریک نمایند. مرحبا. السلام علیکم مهمانان، همدیاران عزیز. میخواهم همه شما را تحت دل با عید ملی و همزمان بین الخلقی یعنی عید نوروز تبریک گویم. بگذار پروردگار به خاندان هر یکی ما و شما
ایمان کامل، صلح و ثبات و طبیعت زیباترین را عطا نماید. به وطنمان تینجی و اقتصادیات و دیگر جبهه‌های دولتی کامیابی‌های نظررس مثبت را از خداوند خواهانم. نفسی تازه نوروز مبارک باشد. چهره پاک دلفروز مبارک باشد. همه جا خرمی و تازه جوانی بینم. چشمی فرخنده و فیروز مبارک باشد. احسن. سفرов غفورov از جمهوری ازبکستان با هم خوب آزمایی میکنند. به هر دو پهلوان برای کار تمنا داره. با اطلاع مخلصان تماشابینان می رسانیم که فردا سنه 19 مارس در دهه رغ جشن نوروز برگزار می گردد و متصدیان این دهه شما را به تماشای نوروزی دعوت می کنند. پهلوان پهلوان جمعزاده از دهه پکشیف و پهلوان سفرov از دهه رغ به هر دو پهلوان برای کار تمنا داره. ای شاخه خشکیده امسال تو نشکفتی، ای پنبه بالیده نوروز مبارک باد. میکنیم وقت رفته ایستاده است. وزنهای وزنینتر مرحمت میدان از دلیر است. خیام جون برو جون بچه همه پوله بچه مایت برو به خیلی بچه خوب ریدم مردم آخر بینن برو شالم نشالم آخر میگه که خیلی دست برو بده اینجا فکر کنون عیب جونه کم خوبه از طرف پهلوان جمعه در میدان از طرف راست دوور سلطان ها از دهه دهمناره و حریف آن کس جمعه و از دهه پلدارک با هر دو پهلوان برای کار میخواهیم.
دوستان فصل درافروز مبارک باشد. جشن فرخنده و فیروز مبارک باشد. همه جا خرمی و تازه جوانی بینم. نفس تازه نوروز مبارک باشد. برای بازی های زیبای جمعه از طرف ضیاءالدین 100 سامانی بالای مره جمع کرده شد. به هر دو پهلوان برای کار میخواهیم. یک گلیم و 100 سامان بردی این بازی. مرحمت برد خود را صاحب شوید. خواهش میکنه و آداب پهلوانی را رعایت نمایید. تماشابینان عزیز، در این جشن نوروزی ما دو پهلوان نامدار شناخته میرزایف میرزابک با جورایف سیفالله بک با هم